بله، چشمم روشن. آب کشاورزی رو قطع کردید، حالا آب خوردن رو هم گلالود میکنید. ده بغلی رو رها کن، فکری به حال ما کن. ده بغلی رو رها کن. کت خدا آقا، تدبیری بیاندیش، مردم شورشیدند. مردم فنیتو باید صبر کنند. اگر تحمل صبر ندارند بروید درس عبرتی به فتنه‌گران بدهید. نیروهای ما تشنه هستند. 1 سال هست تو روستا مردم رو میزنند و خسته شدند و خیلی هاشون ترسیدن. خانواده هایشان گله‌مندند. به نور چشمی های ما آب معدنی بدهید. تو هم دلت خوشه ها، کل بازار تو اعتصابه. کم کم نظامی های خودت هم از دست میدی. آخه اینا هم آدمن دیگه. البته بحث باشون. کت خدا کاری بکن، مردم نزدیک بیت میشوند. اهالی محترم فنیتو، من گناهی ندارم. تقصیر نماینده شال برفش شماست. همین فرفر خاک بر سر. هرچی از زیر سر خودته. نزن، من جسم ناقص. کت خدا که از تعداد تخم مرغای مشحسن با خبره، چطور از این بدبختی های اهالی خبر نداره؟ تو گفتی ما هم باور کردیم.